به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درسی تجوید را از کتاب تجوید تصویری که مؤلف آن دکتر ایمن رشدی سوید می باشد دوام می دهیم. سرعت تلاوت. سرعت در تلاوت قرآن کریم 3 مرتبه است که اینهایند: یکم، تحقیق. این روش آرامانه در تلاوت بدون زیاد کشیدن است، یعنی قرآن را آرامانه آهسته خواندن. این نمود قرائت را بیشتر در وقت تعلیم دادن استفاده میبرند. دوم، تدویر. این روش میانه در سرعت تلاوت است، یعنی نه آنقدر آهسته و نه آنقدر تیز، بلکه میانه. این طرز تلاوت را اکثراً در نمازهای جماعت و اینچنین در نمازهای تراویح استفاده برده می شود. سیوم، حدر. این روش با سرعت تلاوت بدون آمیخته کنی حرف ها می باشد، یعنی تلاوت با سرعت. این نمود تلاوت را اکثراً قاری ها برای تکرار کردن قرآن می خوانند تا که سوره ها را فراموش نکنند. و در عموم این 3 اصطلاح ترتیل نامیده می شوند، زیرا ترتیل این نیکو خواندن حرف ها و دانستن و رعایت وقف ها می باشد و هر خواننده قرآن ناوابسته از سرعت قرائت از ترتیل بی‌نیاز شده نمی تواند. یعنی در هر 3 این سرعت تلاوت باید قاعده های تجوید رعایت کرده شود. موضوع دیگری درس تعوذ و بسمله. این موضوع ها را دیده می براییم. یکم، حکم استعاذه، یعنی اعوذ بالله و بسمله، بسم الله. دوم، حالت جایز در استعاذه و بسمله. سیوم، حالت بسمله بین 2 سوره. حکم استعاذه و بسمله. اگر خواننده قرآن کریم چیزی را می خواهد از کتاب خداوند بزرگ بخواند، پس حتما باید با استعاذه آغاز کند، یعنی با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از جهت اطاعت امر الله سبحانه و تعالی، چون که الله سبحانه و تعالی امر می کند و می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی پس ای پیامبر، وقتی قصد تلاوت قرآن میکنی، پس به الله جل جلاله از وسوسه شیطان رانده شده پناه ببر. سوره نحل آیت 98. ناوابسته از آن که از اول سوره خوانده شود یا از میان آن، باید ما استعاذه را بخوانیم. اما بسمله، یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، باید در آغاز هر سوره از سوره های قرآن کریم خوانده شود مگر سوره توبه. یعنی هنگام سوره توبه بسم الله در اول سوره خوانده نمی شود. و اگر خواننده قرآن می خواهد از میان سوره خواند، پس او به بسمله خواندن یا نخواندن اختیار دارد، ولیکن خواندن استعاذه چی طوری که قید کردیم حتمی و ضروری است. تنبیه: بعضی جای‌های است که خواننده در آنها بسم الله نگفتنش اولاتر است. یعنی در قرآن بعضی آیت‌های است که خواننده بسم الله نگوید بهتر است، و آن جایها آیت‌های است که بر کافران و دعا بر ضد آنها، یا این که فاش کردن عیب منافقان، و یا این که یاد دوزخ و خبر دوزخی ها، و یا این که ذکر شیطان می باشد، مانند این آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا اتخذ الله ولدا
و یهود و نصارا و مشرکان میگویند خدا برای خود فرزند گرفته است. سوره بقره آیت 116. یعنی پیش از این آیت بسم الله نگفتن افضلتر است. فقط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کفایه میکند. و آیت دیگر الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان شما را از تنگ دستی ترسانیده به بخل ورزیدن ترغیب می کند. سوره بقره آیت 268. پیش از این آیت نیز بسم الله الرحمن الرحیم را نخواندن افضل تر است. فقط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کفایه می کند. و اگر آیت به ضمیر یعنی جاینشین یا که متعلق به خداوند متعال آغاز شود، البته گفتن بسمله لازم می شود، مانند بسم الله الرحمن الرحیم الیه یرد علم الساعه، یعنی علم وقتی برپاشوی قیامت تنها به پروردگار حواله می گردد. سوره بقره آیت 47. و آیت دیگر بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من طین، یعنی او ذات است که اصل شما یعنی آدم علیه السلام را از گل آفرید. سوره انعام آیت 2. موضوع دیگر حالتهای جایز بودن بسمله و تعوذ یعنی استعاذه. استعاذه و بسمله دارای 4 حالت است که همه آنها درست و جایز است و آن حالتها اینهایند. یکم جدا خواندن آنها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می ایستیم، جدا میکنیم و میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. می ایستیم، نفس میگیریم و اولی سوره رو میخونیم الحمد لله رب العالمین، یعنی چونین جدا کرده خواندن جایز است. حالت دوم جدا خواندن استعاذه از بسمله و وصل بسمله به اول تلاوت سوره. مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می ایستیم، جدا میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. میگذاریم به حالت سیوم. وصل استعاذه و بسمله با قطع یعنی با جدا کردن بسمله از اول سوره. مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اولی سوره را جدا کرده میخونیم الحمد لله رب العالمین. و مثال چهارم این همه را با وصل خواندن، یعنی هم استعاذه بسمله و اولی سوره را پیوست کرده خواندن. مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. چنین خواندن نیز جایز است. موضوع دیگر حالتهای بسمله در بین دو سوره. بسمله بین دو سوره 4 حالت دارد که 3 تای از آنها جایز است و 1 تای آنها غیر جایز می باشد. ببینید دوستان، حالت یکم این آخر سوره با بسمله جدا می خوانیم و بسمله را با اولی سوره جدا می خوانیم، این حالت جایز است. حالت دوم آخر سوره با بسمله جدا می خوانیم و بسمله با اولی سوره پیوست کرده می خوانیم، این حالت نیز جایز است. سیوم آخر سوره با بسمله پیوست می کنیم و بسمله را با اولی سوره نیز پیوست می کنیم، این حالت نیز جایز است. و چهارم حالت جایز نیست. در کدام حالت؟
آخر سوره با بسمله پیوست کردیم و بسمله را با اولی سوره جدا کردیم، چون این حالت جایز نیست. حاضر در مثال ها نشان می دهیم، باز فهماتر می شود. ببینید حالت یکم، مثال ولم یکن له کفوا احد، می ایستیم بسم الله الرحمن الرحیم، می ایستیم و اولی سوره نو را می خونیم قل اعوذ برب الفلق، چون این حالت جایز است. حالت دوم ولم یکن له کفوا احد، می ایستیم ولیکن بسم الله و اولی سوره را پیوست می خونیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، چون این خواندن جایز است. حالت سیوم، در همه حالت وصل خواندن، مثال ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، این حالت نیز جایز است. و حالت چهارم جایز نیست. در کدام حالت؟ وصل کردن سوره با بسمله و جدا خواندن آن با سوره آینده ممنوع است. مثال ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم و جدا کرده قل اعوذ برب الفلق، چون این خواندن جایز نیست. برای آن که تصور کرده می شود که بسمله آخرین آیت این سوره باشد، سوره پیشی، به این سبب علما می گویند که چون این خواندن جایز نیست. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.